من اینسا سفیدو میگذره چشمام نمیبینن و چه میگه 5 خونه دو در دخترم نبود راشید نمی نه خونه های نه دره من میخوای سرسون و سرگردونه بولوی بای من یک کودک نیخیشی میره و چه میگه طلبان در مکتب میگنم که تا چشمت خجله های میگن حاجی محمود جان رحیم جان کلوبی بدم را می آدم را دستگیری میکره میبینم هم تو سراغ میکنم میکوم نمیوم رحیم جان غرمی را تا برا که رفتم کوفتنی 3 بار رفتم باور کنین نیفتمش ابو بکرانی این امت کجایند کی تا همت به محتاجان نمایند. برای ادامه برنامه را دیدن یک لحظه توجه میکنیم به سرپرستان برنامه. شرکت زیارت شاپ با حجامه و داروهای گیاهی و این چنین طبابت گیمری در شهر مسکو تمام داروهای گیاهی با نرخ‌های دسترس شما میتوانید خود حاضر فرمایش دین تحویل به تمام شهرهای روسیه و این چنین به تاجیکستان وطن عزیزمون به شهر دوشنبه. روز سختی تازه میفهمی هواداری تو کیست به کس و درمانده وقتی میشوی یاری تو کیست مشتری وقتی که بسیار سرگرمی ولی در کسادی تازه میفهمی خریداری تو کیست میرسد روزی که اطرافت نمیماند کسی آن زمان پی میبری یاری وفاداری تو کیست. با عرض سلام و ادب و احترام بینندگان سامانه صدای امید، ما امروز از شهر دوشنبه به شهر خوجند آمدیم به نزد انا همین خواهرکی که در نزد ما میبینید. چند قدر شده پجان؟ 2 ماه میشود. 2 ماه. 2 ماه میشود. 2 ماه میشود که این حالت سرشون رو ببینین که در چه حالت قرار دارد. برای جراحی همین خواهرک بعضی جا 20,000 سومون، بعضی جا 30,000 سومون، بعضیش تا 40,000 سومون گفتن که ما همین جراحی میکنیم طبابت مییابد. این خواهرک سالم بود. این یک همون شمالتیک میگن همون در سرش زد. همین خیلی حادثه دچار شد که حالا بسیار یک مشکلی سخت قرار دارد. وضعیت خیلی وزنین در این مادر. حالا من خونده را به شما با نشون میتیم که در کدام احوال زندگی کرده ایستادند که همین هم اجاره نشینند. وقت دادگیشونه که نمیدونست در کجا زندگی کنند. خیز گفتین نه خیز این گفته گرنگ شدیم که باید تا کودک میده من دختری کلونیم دو درجان چشمش نمیبینه من هم باید لیچینی کنیم من کودک من خدمم بتون مزم نی من زدوپ داولین میبرویا و نمیدونم چیکار کنم دوده گرنگ شدم 8 سال باز همین خوجان زندگی میکنم من میخوای کبارتیره با کبارتیره گشتم. از لهجهتون اپا جان مقصد به مردم خوجان اونا نیست. شما از کجا هستین؟ ما نوحیه رشتم. از غرب؟ ای غرم ها من می رحیم جان غرمی را تا برا که رفتم کوفتنی 3 بار رفتم باور کنین نیفتمش تماشا میکنم رحیم جان غرمی هم مرا یاردم میکنم رحیم جان کلوبی نورا می آدم را دستگیری میکره میبینم هم تو سراغ میکنم میکوم نمیوم چه کنم من همواره بیام که زورا که پروردگار دارنده هند صاحب یک کلبه کنم همین 2 تا کودک که من و همی یک لیچینی کنن نمیوم در کوی همواره دو در جان این از امیره فرمیدن میرم به انیسه میگردم یا اینو همش ایمیل تیو همه همیره کرگی من که باید که دیم برا وای کنن نیست مبلغی نیست که من همیره وای کنم دیم برا چه کنیم همیره وای کنیم همی کودک سالم شوه و راه بروه و اینش چشمش نبینه مکتب میره و صرف یک میره من اینسا سفیدو میگذره چشمام نمیبینن و چه میگه 5 خونه دو در دخترم نباشه افتخارنامه گرفت است من میگوده صغیر پلیش هم میگیرم هم تو میبرم یا داروش مینویسن میتین میارم 2 روز میخرشت زورمون نمیرسه پلی اجارشی نتیم پلی دارو گیرم میهوره من میخوای حالت بسیار وزبینده دو در جان خیلی خدا را شکر که همه غم درد الله داده ما را شکرانه میکنم 2 تا کودکی من میخوای ناسالیم ایهورا لیچین این خواهره که ما با فکرم که سالم فقط همین سرشون همین خیلی شده باز این سر دو در جان نازی باید که پلاستیک بمونن
وای الکسیش میمونیم، یک تاش 30 تا میگه، یک تاش 40 تا میگه، با گارانتیش های میگه، کردن گارانتیش های، فقط پول نگاه کردن دکترها را می. این دختری کلونی مثلا پترزبورگ گفتن ایدسی به پولی و به خونگی و کمبغالیه، من می خوجان در مال لینزش موندیم نشد است، من می لینزای موندگیمو من چشم دب دلش دگی من این چشم رو اینه نگاه کنم معلوم مای خودش چشمش خیلی زورا که در پیشوی پای همه صاحب کارون میبرم که زورا که یگان تاش هم تو ما را ببینه یا که رحیم جان غرمی خدمو باشه یا که وای کلوبی باشه یا که من دین تماشا کردم یا تیدگش ایادم برفای گودکچه را چینی کرد دیدم من هم تو گریم اومد حاجی محمود جان زورا وای ببینه و یکی ما را دستگیری کنه و اگه هم تو گازیت کمبیزاتی میداد در جان خیلی خدا همی پریزیدنت هست ساله کنه و عمری درازش بده هم گازیت کمبیزاتی میدم میرم یک کار نیم کار ما وای میکنه. برادرای عزیز راستی وقتی من حالت خواهرک دیدم من از شهر وحدت خیسته به خوجاند اومدم که هرچی زودتر همه خواهرک برده در بیمارخانه خوبونه بیاین سرجمانه شویم ذره هم که باشد سهم خوبونه برای همه خواهرکای خودمون بگذاریم و همین تبابت یابد انشاءالله که اجرش هم در دنیا هم در آخرت برای ما الله ما میتید. چقدر که میتوانین همین کارتایی که در اینجا میبینین از همین مادر است، رقم‌های تلفنشون میتونین که باب جان از حالشون با خبر شوین. در یک وضعیت خیلی دشوار قرار دارند، بسیار بسیار دشوار. این روزها زیاد مراجعت میکنن، من حالت‌هاشون رو میفهمم، چندین نفرهای دیگر هم پرسان میشوم، بعداً آمده مقصد از حال اینها با خبر شده و نوار گرفته و برای شما میکنم. مادرم زورش اومده مجبور شده روی نوار اومده و از مردم طلب کرده است. همین من فکر میکنم که یک شخصیت شرایط خوب داشته باشه هیچ وقت کمک طلب نمیکنه. من دکتر رفتم، از دکتر کاغذایی که من این دست پوچکش کار نمینن دادر جان، من این دست وابشه نمیجنبه، من این پوچک وابشه نمیجنبه، حسابی همی سر از حسابی سر ها؟ حسابی سر میسره باید که سرور نه پیسته کنن وایش کنن و سوید بگیرن مساس کنن تا من ایها در کار بدارم، من ایها بتون کار نکرستیم. امیدوارم که مردم ما بسیار مردم خیرخواهند، صاحبکارای ما بسیار صاحبکارای سخی هستند، بسیار کمک میکنن به مردم. خیلی امروزها میگن اون چی که عیان هست حاجت به بیان است، با چشم دیده دادیم که چقدر کمک ها کرده است. این خدا برکتش بده حاجی محمود جون که در یک لحظه این خواهر ما در تبابت کرد، یا که این مقصد برادرمان رحیم غرمی چقدر مردم را دستگیری کرد، یا که برادرمان عبدالرحیم کلوبی که امروزها چقدر دستگیری ها کرده استودن. امیدوارم که بسیار صاحبکارای ما و حتی صاحبکارایی هستند که در شهر خوجند قرار دارند و ما از همه شما احتراماً خواهش میکنیم شخصانی که در شهر خوجند هستند یگان صاحبکارایی که باشین، ما طول 3 روز دیگر در همین جا هستم به خاطر همین خواهرک میایستم. اگر یگان تاتون کمک کردن خواهین، دستگیری کردن خواهین، بیاین همین خواهرک را بریم در بیمارخانه خوابانیم، سرجمانه شویم. اگر ما در همین جا 100 روبل و 1000 روبل چند سومه که اگر میتونین خیر کنین، امید دارم که ما هر دمی خواهرکا را تبابت میکنیم. این خواهرچه من سالم است، همه طرف یک چشمش نمیبینه و بردیان گفتن تبابت داره، همین هم ممکن 30-40 هزار تومان ده تبابت شوه. ای واسه ضرور این خواهرچه من هست که بسیار همین سرش گوشتش زیاد شده ایستاده است و در همینجا باید پلاسماس بمونن. همیره 40,000 تومان در یک جوش گفتن، در دیگر جوش 30,000 تومان و خیلی همین ارخا گفتن. خیلی با اگر صاحبکاری باشن با شناساشون باشن برین، اگر همیره تبابت یابد بسیار امکانیت باشد بسیار خوب است. حالت مادر در یک حالت خیلی وزنی قرار داره. هیچ همی صاحبکارا خواهش دارم که زورو همین ماها را ببینن، هم کودککای من یک لیچینی کنن، صاحب یک خونه که ریمونت هم نداشته باشن برن هر دمی کودکای من صاحب خونه کنن. خدا خواهد حق شد و گوییم خداوند دولت شو زیاد کنه. زورا که همی رحیم غرمی و محمود جان کدمش باشه عبدالرحیم کلوبی، زورا که ببینن همین نواری ما را و همی 2 تا کودک بیگناهانی ها همی یک تلی چینی کنن، ای بتن دست پاچه کار نکرده ای حاضی آوش وایش دیسته میگه زیاد چی دیسته اینا بیزت نکردن. در شما چند سال شد اپاجون در همین حالت زندگی دارین، در همین حالت قرار دارین؟ ما به خونه قریب 8 سال میشه به خونه و بیداریم گشتیم در این شهر خوجند. خدا را شکر 8 سال شد همی
نه خونه های نه دره من خیلی سرسون و سرگردونه بولوی بای من یک کودک نیخشید من دخترچه من چشمش من چشمش وای نمیشه و نمیبینه این امسال سفیده میره و چه میگه طلبان در مکتب میگنم که تا چشمت خجله های میگن وایش میکرین کودکو برادر رو دستگیری میکنن امیدوارم که خواهرکای ما شفا مییابند و با آینده به جامعه و به این وطن و به این ملت خدمت میکنن. سالمی همین جامعه سالمی ملت است. من امید دارم اپا جان که صاحبکارای ما همش دستگیری میکنن، همش سخی هستن. از اونه که شما شاید رفته اونها رو نیافته باشین، اونها هم خیلی هزار جایها میروند و هزار جاها کارها دارند و این روزها چقدر مراجعت میشه به اونها و از این حال شما اونها من فکر میکنم که خبردار نیستن. اگر خبردار میشدن البته که شما رو دستگیری خوب میکردن. اما برای رفتم اینجا نیست گفتن نموندنم در اومده نباشه همون رحیم جان غرمی هم تو قریب برای مده هم قشلاق از یک جایی نه؟ یک جاییم هم تو منو ببینه و یک تا یاردم نتیه همی مهوره درچه من صغیره های ویشه بردم یک تا خوجندی لینزش مون خدا برکتش بتیه گفته صغیره های وی کرد لینزش همون قریب 10,000 شید 15,000 شید خودش کرمون انا که وزی وی خیلی شیدگی نمیدونم اینجا با گردش نگرفته است که ما وی کرش نمیتونیم مقصد ایره یا توشکیم برین یا حساب شو بیوین مقصد که چشم کم تاوی کو پس نی. بله. بار دیگر برادرای عزیز از همه شما احتراماً خوش مینماییم چقدر کمک و دستگیری که میتونیم به خاطر این خواهرکای ما سهم خودتان بگذارین و از همه صاحبکارایی که امروز نوار ما به گوش شما میرسد کمک کنین دستگیری کنین. من طول 3 روز دیگر در همین شهر خوجند مثل به خاطر خواهرکا همه را برای ما در بیمارخانه خوابونیم. شما میتونید بیاین اول از نزدیک از حال مادر خبردار شوین، از حال این خواهرکا خبردار شوین، بعدا میتونین که کمک بکنین. هست امروز انسان هایی که باوری نمیکنن. من از همین سبب انسان ها را میسنجم میبینم که در حقیقت بر همین حالت گرفتار هستن یا یکی نیستن، بعدا من روی نوار میبرم. خب خداوند مهربان مشکلی همه شما را آسان کنه، مشکلی همه من آسان کنه و امید دارم که اپا جان همه مردم خودش سرجمونه. من امید دارم که دستگیری میکنند و این خواهرکا را ما تبابت میگیریم. خدا خواهد. خب برادرای عزیز کارتایی که میبینین از مادر است، رقمای تلفنشون میتونین علاقه براین، میتونین خیلی سهم خودتون بگذارین. بیا سرجمونه شویم یک دستگیری کنیم. ابو بکرانی این امت کجایند کی تا همت به محتاجان نمایند کنند آزاد اسیرانی زمان را فقیرانی ضعیف و ناتوان را دلی هر خسته ای را شاد سازند زیرنجی این جهان آزاد سازند.